این موجودات منحصر به فرد یکی از عجیب‌ترین و در عین حال در خطرترین پستانداران روی زمین هستند که در اکثر مواقع شیر و پلنگ هم قادر به شکار این حیوان نیستند. در این ویدیو چند حقیقت بسیار جالب در مورد این موجود براتون آوردیم. اسم این حیوان عجیب پانگولین یا مورچه‌خوار پولک پوست است. پانگولین ها تنها پستاندارانی هستند که کاملا با پولک پوشیده شدند. این پولک ها از جنس کراتین هستند. پانگولین ها در دو منطقه جغرافیایی اصلی در جهان پراکنده‌اند: آفریقا و آسیا. 8 گونه پانگولین وجود داره که به 4 گونه آفریقایی و 4 گونه آسیایی تقسیم میشن. محل زندگی دقیق اونا به گونه اونا بستگی داره. زیستگاه اونا شامل جنگل‌های بارانی گرمسیری، ساوانه‌ها و حتی مناطق کشاورزی اطراف جنگله. نکته مهم اینه که اونا برای بقا به دسترسی به منابع غنی از مورچه‌ها و موریانه‌ها نیاز دارن. پانگولین‌ها یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های پستانداران هستند که امروزه همچنان وجود دارن و سابقه اونا به دوران بسیار دور برمیگرده. اولین فسیل هایی که شبیه پانگولین های امروزی شناخته شدن به دوران خیلی قدیم، یعنی چیزی حدود 65 میلیون سال پیش برمیگرده. کلمه پانگولین به معنی غلتنده هست. این نام به خاطر شیوه دفاعی اوناست که هنگام احساس خطر بلافاصله به شکل یک توپ محکم و غیر قابل نفوذ در میان. اونا مورچه‌خوار هستن و برای خوردن حشرات زبانی به طرز شگفت‌آوری بلند دارن. زبون برخی از گونه‌های بزرگتر میتونه تا 40 سانتی متر طول داشته باشه و در واقع به جای اینکه به استخوان زیر گلو وصل بشه تا قفسه سینه اونا کشیده میشه. زبون اونها با غدد بزاقی بزرگی پوشیده شده که به طور مداوم نوعی بزاق چسبنده ترشح میکنن. پانگولین زبون رو به داخل لانه مورچه‌ها و موریانه‌ها فرو میبره و حشرات به سادگی به اون میچسبند. یک پانگولین میتونه در یک شبانه روز تا 70 میلیون حشره مصرف کنه و نقش حیاتی در کنترل جمعیت حشرات در اکوسیستم خودش ایفا کنه. اونا هرگز غذای خودشون رو نمیجوند. پانگولین‌ها دارای معده‌ای با دیوارهای بسیار ضخیم و عضلانی هستند. شبیه به سنگدان پرنده‌ها، اونا به صورت هدفمند شن و سنگ‌های کوچیک رو میخورن. این مواد سنگی در داخل معده نگهداری میشه و با انقباضات قوی ماهیچه‌های معده، مورچه‌ها و موریانه‌های بلعیده شده رو خرد و آسیاب میکنه تا هضم اونا انجام بشه. به طور خلاصه زبان و معده پانگولین یک شاهکار تکاملیه که اونا رو به شکارچیان فوق‌العاده ماهر برای حشرات تبدیل کرده. بزرگترین گونه اونها پانگولین زمینی غول‌پیکره که میتونه تا 33 کیلوگرم وزن داشته باشه که اونا رو به بزرگترین گونه در میان 8 گونه شناخته شده تبدیل میکنه. دفاع اصلی پانگولین فشرده شدن به شکل یک توپ محکمه که در برابر شکارچیان بسیار موثره. وقتی پانگولین به صورت یک توپ در میاد، تمامی نواحی نرم بدنش مثل شکم، صورت و زیر بدن از دسترس دشمن دور میمونه و تنها چیزی که باقی میمونه پولک‌های سخت و همپوشانه. پولک‌ها مانع نفوذ هستند. این پولک‌ها بسیار سخت هستند و دندان‌های یک شیر یا پنجه‌های یک پلنگ به سختی میتونه بین اونها نفوذ کنه یا اونها رو بشکنه. حالا راهکار شکارچی چیه؟ اگر یک شیر یا پلنگ پانگولین رو پیدا کنه، معمولاً باید صبر کنه. گاهی اوقات شکارچی‌های بزرگ یاد میگیرن که یا با پنجه‌هاشون تلاش کنن تا از شکم پانگولین که معمولاً پوشش کمتری داره به اونا حمله کنن، یا اون رو غلط میدن و منتظر میمونن تا از ترس یا خستگی توپ رو باز کنه. با این حال این روش‌ها اغلب موفقیت آمیز نیستن. بیشترین تهدید برای پانگولین‌ها نه شیر یا پلنگ بلکه انسان‌ها هستند. انسان‌ها با ابزارهای تیز مانند چاقو و دانش نحوه باز کردن اونا بزرگترین شکارچی پانگولین‌ها در جهان هستند. متاسفانه
پانگولین ها به عنوان بیشترین پستانداران قاچاق شده در جهان شناخته میشن. پولک ها و گوشت اونا به دلیل باورهای غلط در طب سنتی به عنوان یک غذای لوکس به طور غیرقانونی تجارت میشن و هر 8 گونه پانگولین در معرض خطر انقراض هستند. شما چه چیزهای دیگه راجع به پانگولینا میدونید؟ نظراتون رو واسه ما کامنت کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید.